يا رسول الله وقدوتنا. آیا دروغ گفتن در روز 1 اپریل جایز است؟ دروغ گفتن در همه روز گناه است. ای برادری مسلمانم، دروغ نگوی. از این گناه کبیره حذر کن. الله سبحانه و تعالی میگوید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. پس از بت‌های پلید و سخن باطل و دروغ پرهیز کنید. شنونده عزیز، ببین خداوند دروغ را در ردیف بت‌های پلید مثال آورده است. این از بزرگ بودن این گناه شهادت می دهد. پس از این گناه حذر کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ویل بر آن شخصی که به انسانها دروغ میگوید تا آنها را به خنده درآورد. ویل بر او، ویل بر او. ویل این یک وادی می باشد در دوزخ. پس برادر و خواهری عزیزم، از دروغ حذر کنیم. از دروغ حذر کنیم و یار و برادران خود را هم آگاه بکنیم. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: علامت‌های منافق بر 3 است. اگر سخن گوید دروغ میگوید، اگر وعده دهد خلاف میکند و امانت را خیانت میکند. برادر ایمانیم، ببین دروغ گفتن این از صفتهای منافقان می باشد. پس از این گناه کبیره حذر کنیم، چی در روز 1 اپریل باشد و چی در روزهای باقی مانده. برادر و خواهر عزیزم، درباره دروغ آیت و حدیث های بسیاری است، ولکن این آیت و این 2 حدیث برای شخصانی ایمانی کافی است. پس از دروغ حذر کنیم و به یار و دوستان و برادران خود هم این آیت و حدیث ها را بگوییم تا آنها هم از دروغ گفتن در این روز حذر کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول